خیلی مخلصیم. امروز منم یه ویدیو کاملا دانستنی و آموزشی برای شما در کانال یوتیوبم بگیرم و هم یه تست خیلی خفن داریم، هم یه آموزش ساخت ابزار خیلی خفن و خیلی فوق‌العاده داریم. اولین اسلایدمون اینه که میخوام برای کیف پولش ببخشید کیف ابزار شخصی میگم کیف ابزار شخصی یه سیم لخ کنه تمام اتومات با کیفیت بگیرم که به هر هیچ سیمی نگه. و این چند وقتی بود که ذهنمو درگیر کرده بود و اینکه نیاز داشتم واقعا و رفتم داخل انبارمون دو تا از بهترین سیم لخ کنای موجود فعلی بازار که جنساشون نسبت به قیمتشون خوبه آوردم و میخوام بین این دوتا تست کنم ببینم کدومش به کیف ابزارم میتونه جا داشته باشه. اولین موتور سری ویپسبریک، همون کابلخ کنه کلاغی سری اتوماتیک که جنسش پلاستیکه، از سایز 2 تا 6 میلیمتر اینجوری که تو کاغذ کارتونی زده میزنه تا آپ 25 هم اینجوری که توش زده میبره و یه چیز خیلی میگن حالا اینجوری هم که روی این تبلیغاتش زده تا 2 رو باید اصولا بزنه. بریم یه تست ازش بگیریم. دوستان شاید باورتون نشه قبل اینکه ویدیو حساب بزنم یه تست ریز ازش گرفتم از سیم 2.5. حالا اینجوری که زده تا 2. خب ولی حالا ما 2.5 رو گرفتیم و از اینجا باعث شد بشکنه. هرچی ازش هست رو ریجکت میکنم، از این پایینم فنراش در اومد و اینکه برمیگردنم از سایتم غیر موجودش میکنم چون جنسیش کیفیتش خیلی آشغاله. قیمتش هم تو سایت ما الان 190,000 تومنه و اینکه اصلا ارزش نداره تهیه کنید. بریم سیم لخ کنه بعدی و این که اصلا تست نگرفته رد شد. بریم سیم لخ کنه بعدی رو نگاه کنیم. سیم لخ کنه بعدی سری انبر سیم لخ کنه دیتکت کد DT803. یه سیم لخ کنه با کیفیت فعلا سری کاتر آپشنه. از اینجاش وایرش رو براتون پرس میکنه، اینجا سیم لخ میکنه، سیم میبره رو مثل سیم چین عمل میکنه، این زاویه تنظیمش رو از اینجا سیم رو لخ میکنه. یه اطلاعات هم نگاه کنیم. اینجوری که زده تا سایز 6 رو براتون سیم 6 رو میزنه، آب میکنه و سیمایی که برش میده رو تا ببخشید تا سیم 6 هم برش میده، 4 و 6 و 1 5 2 و 5 وایشوم هم میزنه، از نیم تا 1 AVG هم انجام میده. حالا نمیدونم چیه، بریم نگاه کنیم. سری اتوماتیک شرکت دیتکت کد DT803. یه تست ازش بگیریم. این نمایشه، بدنش فایبر گلاسه و اینکه بدن ایرودینامیکی که داره واقعا خوش دستش کرده. پشتش پلاستیک فشرده کار شده و بدن خودش هم فولاده. ما یه تست کامل و جزئی ازش بگیریم. اینجا درجهش تنظیم میشه، یعنی قدرت فک رو تنظیم میکنه یه جورایی و از این حالت هم میتونی سایزی که میخوای سیم لخشه رو انجام بدی. و یک کار دیگه هم که این سیم لخ کنی جذاب میکنه، وسط کار رو برای شما انجام میده. یعنی شما میتونید وسط کارم باش کار کنید. یه تست جذاب بگیریم. این سیم لخ کن خب اونجوری که زده بود تا سایز 6 رو میزنه، ما میخوایم تا سایز 2.5 رو بزنه. 2 تیکه سایز 2 وردم اینجوری که معلومه. من این سرشم بزنم که شبهی نباشه. این 2 تیکه سیم 2، یه تیکه سیم سفید 1.5 و 2 تیکه سیم آبی و قرمز 2.5. ما فعلا اینو تست میگیریم ازش و اینم اطلاعاتشه. یه نگاه کنیم اشتباه نگیریم. این نون ایستش کاتر ویشو 22.5 6. خب بریم یه تست بگیریم ازش.
الان اولین تستی که میخوام بگیرم از سایز 1.5 سیم سفید و همون جوری که تنظیم شده سیمو لخ کرد. خیلی راحت لخ کرد خدایی. بزن اینو سفترش کنم. خب سیم 1.5 ببخشید سیم چینش. سیم چینش هم خیلی تمیز کار کرد و اینکه وایشش هم براتون تست میکنم. سیم 1.5 رو با افتخار رد کرد. میریم سراغ سیم 2. سیم 2 هم سراشون زدیم همون اندازه ای که خودش گفت. سیمون لخ کرد خیلی تمیز. چند تا بگیریم ازش. ببینید باید گیر کنه به این تیغه‌ای که اینجاست. یه چیز خیلی با کیفیت. حالا سیم چینش هم تست کنیم رو سیم 2. خیلی راحت زد. وسط کار سیم 2. برای وسط کار کردن اینو باید مختل کنید. اینو میذارید وسط و به این صورت میتونید وسط کارم انجام بدید. سیم 2 رم با موفقیت رد کرد. حالا اینجوری که این معلومه، خب ما میخوایم حالا مرحله حتی جایی که بشه رو انجام بدیم. کابلم میارم. سیم 2.5 آبی و قرمز. اول تنظیم میکنیم. تنظیمات خودش میزنیم. ببینید راحت سیمو لخ کرد. سیم چین. تست سیم چینش رو بگیریم. ببین تیغش یه ذره شاید بگم رنگش رفت و اینکه زیاد چیز عادی نیست. سیم 2.5 قرمز سیم چین. سیم چین خودتون جدا داشته باشه از سیم چینش استفاده نکنید بهتره، ولی ما حالا توی این مرحله داریم تست میکنیم از این محصول جذاب. حالا میخوایم اینو منحل میکنیم. دوباره وسط کار سیم 2.5 رو میخوایم بزنیم. خیلی راحت وسط کار زد. سیم 2.5 هم رد کرد. بریم برای سیم 3.5. 3.5 پیدا نکردم ولی یه سیم کابل سایز 5 رو براتون پیدا کردم. میخوام تستش کنم. سیم چین کله گاوی کم آورد. به زور زد. بریم یه تست بگیریم دیگه. این اصلا جا میشه توش؟ جا نمیشه. خب مجبوریم بریم یه سیمی که تو گفته خود این ساعت 7-8 هست. یه سیم آخرین حد 6 رو بیاریم و یه تست بگیریم. باز مثلا پیدا کنم سایز 6 ولی 2 تا از تو این در آوردم. 2 تا 2.5 که میشه 5. یه تست ریز از این بگیریم. ببینیم 2 تا رو با هم میتونه سیمشون لخ کنه. خدا کنه که لخ کنه. خب شاید باورتون نشه خیلی با کیفیته. خیلی با کیفیته. من نیومدم اینو تبلیغ کنم. راستیتش قیمتش الان تو وبسایت ما فکر کنم ازش 12-13 تا موجوده. قیمتش هم هولوشه با قیمت بهروز امسال 830,000 تومنه. خیلی گرونه. داریم از قیمت دینگ 6 رو داریم. سری دینگ 6 رو که 550 تومنه ولی نصف این کارو نمیکنه. بهتره اگه میخواید سیم لخ کنه اتومات بخرید سری دیک تک رو بخرید که مثل الان میبینید کارو براتون جمع کنه. یه تست وایش رو هم ازش میگیرم و اینکه با این قیمت و با این کیفیت به صرفه است، ولی من برای کیف ابزارم به نظر من جالب نیست. میخوام یه موضوعی رو توضیح بدم. خیلی وقت بود که تو فکر ساخت یه سیم لخ کنه حرفه‌ای ام و دستساز باشه. این دو مدل که الان حالا ما تست کردیم که جواب داد این بود و کیفیتش هم خدای خوب بود، ولی من یه دونه حرفه‌ای تر میخوام. سریای آلمانی که باید 4-5 میلیون پول بدی ارزش نداره. من میخوام با یه کم نصف هزینه این یه سیم لخ کن درست کنم که 2 برابر این کارایی بده. با ما همراه باشید. یه تست وایش هم از این بگیریم. این سایز بزرگترین حالا سایزی که میزنه این وایش رو آوردم. یه تست نهایی بگیریم که بخوایم بریم سراغ اون سیم لخ کنی که میخوایم درستش کنیم. و دوستان ویدیو تبلیغاتش تو اینستا آپلود میشه ولی ویدیو کاملش رو فقط تو یوتیوب میتونید نگاه کنید.
این وایرشو و اینم سیم که میخوایم داخل وایرشو. حالا هم سایز باید باشن اصولا، حالا ولی ما میخوایم این رو امتحان کنیم. سریع از این مبحث سیم لغ کن بریم بیرون اگه میشه. آها چند بار زد ولی پرس وایرشو بهتر از اینه و اینکه چند کارگیش باعث میشه اون تمیزی رو اصلا آدم نبینه و اینکه خیلی تمیز زد همه کار. من باشم یه ابزار معمولی بخوام میگیرمش، ولی یه ابزار حرفه‌ای میخوام دست سازم باشه، چون اصولا من با کارهای دست ساز حال میکنم و لذت میبرم. اینو میذارم تو کیف ابزارم، خیلی دوستش داشتم و اونم که میخوام بسازم هم میذارم. بریم سراغ ساخت یه سیم لغ کن حرفه‌ای با کمترین هزینه. خب پس موضوع انتخاب سیم لغ کن به اتمام میرسه. من اینو ولی میذارم تو کیف ابزارم، شما هم دوست داشتید بذارید. اینم که کلا 10 تا 12 مونده بود تو انبار، همش رو ریجکت کردم، برگردوندم، از سایتم حذفش کردم چون اصلا کیفیتی نداره خریدارش کنید. ولی اگه بخواید بخرید یه چیز ساده که اگه بخواید سیم نیمو بزنید میتونید باش کار کنید و اینکه با کمترین هزینه اگه برای خونه میخواید هم خوبه. میندازیم میره، نه به درد نمیخوره دیگه. خب الان موضوع ما ساخته یه سیم لغ کنه حرفه‌ایه که شما رو بی‌نیاز کنه و با کمترین هزینه‌ای که ممکنه. خب ما اول از همه خب به یه واشر نیاز داریم، به یه واشر، یه پیچ و یه مهرش. سایز پیچ هم بهتون بذار بگم که دقیق باشه و به مشکلی نخورید. بذار با کلیس بگم سایز پیچو. پیچ 4، پیچ 4 1.5 سانتی با کلیس زدم. پیچ 4 1.5 سانتی، یه عدد با مهرش و یه تیغه کاتر. حالا من یه ذره جوشکاریشو کردم بعد چک شده. با این 4 تا تیکه حالا قیمتاشون رو میگم. لولا 25000 تومان، واشر 5000 تومان که میشه 30000 تومان، پیچ و مهره 2000 تومان من خریدم، 32000 تومان. این تیغم 5000 تومان، 37000 تومان. میتونید یه سیم لغ کن حرفه‌ای برای خودتون درست کنید. این واشر در اصل دل بخواییه. حالا تو اسلاید بعد قشنگ کاملتر توضیح میدم و اینکه این میگم این دل بخواییه. چرا دل بخواییه؟ به خاطر اینکه یه جورایی دستش میشه که شما دوست دارید دسته بذارید یا ندارید. حالا واسطه‌ای که اینو جوش بدید به لولا چون آلومینیومیه باید 2 تا چیز داشته باشید، یه دونه از این گازا و یه دونه از این شاخ آلومینیومیا برای جوش دادن و یه مشعل که مشعله رو من براتون میارم بود و نتونستم شه. با یه مشعل، همینجور مشعلیه. تمام این پک جذاب برای جوشکاری هم تو مجموعه ما هست، میتونید صفحه وارش بدید. حالا بگذاریم با اینا وقتی جوشکاریشو میکنید یه جوری دسته لولاتون میشه مثل این. حالا شما میتونید با اسپری چیزی رنگ بزنید. دقیقاً یه لولا رو اینجا جوش میدید، مهرم رو سوراخ اول جوش میدید که مهره از بین نره، از بغل جوش میدید. حالا اگه نخواید اینو بذارید اصلا نیاز نیست مهره هم جوش بدید. حالا مراحلشو این اول از واشر که یه همچین چیزی در میاد بعد از جوش دادن. حالا جوش هم ندید فکر کنید این نیست دیگه، همین لولای خالی و بدون همین لولای خالی. برای ساختش لولا رو باز میکنیم. این تیغ کاتر خب یه سوراخ داره این تهش. سوراخو من اینو یه ایده رو از یکی از ویدیوهای خارجی گرفتم ولی میخوایم الان تستش کنیم اصلا کارآمد هست و برای کیف ابزارم جالبه یا نه. اگه دوست داشتید میتونید درست کنید. تیغ کاتر رو تو راسته این سوراخ قرار میدیم، سوراخشو. پیچو
از این وره لولا رد میکنی به این صورت. حالا تو این سیم لخ کن، حالا اینو به تا ببندیم یه موضوعی بگم. دیدید یه پیش داشت برای سنگینی گشتاوردی که داره، برای قدرتی که سیمو میخواد بکشه، مثبت و منفی داشت. حالا یه چیز جالب بگم، شما میتونید تو این سیم لخ کن ابتدایی که دارید درست میکنید گشتاوردش رو با این پیچ تنظیم کنید. خیلی جالب بود برای من. شروع میکنیم به صفر کردنش تا ته باید بره، اصلا هم اون برش بزنه بیرون مثل اینجا مهم نیست. خب وقتی سفتش کردید تا ته صفر کنید که تا جایی که دیگه نتونید صفر کنید. این تیکات قفله. الان خب سیم لخ کنه اتومات که با 37,000 تومان درستش کردید آماده است. شاید به جرئت بگم 10 برابر قدرتمندتر از این کلاغیه که تستش کردیم و شاید بگم برابری میکنه با این سیم لخ کنه 800,000 تومانی دیتکتی که تستش کردیم. حالا تو از نظر امکانات نگیم، ولی از نظر سیم لخ کنی و کار دیگه برابری میکنه. حالا اون گشتاورش رو تنظیم میخوایم کنیم، قدرتش رو یه ذره شل کنی میبینی صفر میشه. تو باید درجه رو با یه دور باز کردن تنظیم کنی. حالا هر چقدر صفر کنی گشتاورد قدرتش بیشتر میشه. حالا ما خب پس فهمیدیم گشتاورش چجوری تنظیم بشه. گشتاورش مثلا یه مثال ساده بزنم. آقا سیم 2 تا 2.5 گشتاورش باید سنگین تر باشه، 2.5 بعد از 2 سنگین تر باشه. خودتون اینجا تنظیم کنید و اینکه رخ و قیافه‌شو خودتون با یه اسپری رنگ خوشگل کنید. فقط مواظب باشید کاترتون رنگ نشه. قبل از اینکه مونتاژش کنید این دسته با یا لولا یا حالا بدون دسته شما میتونید رنگ‌آمیزیش کنید و به سلیقه خودتون دیزاینش کنید. من الان گشتاوردش رو تنظیم کردم و میخوایم تست کنیم سیم 1.5 به این صورت گشتاوردش رو تنظیم میکنیم و به این صورت میچرخونیم. گشتاوردش رو تنظیم کردید، به این صورت میکنید داخل این سوراخ و به این صورت، حالا من میگم دسته رو بذارید راحت تره، به این صورت میچرخونید، چند دور میچرخونید و به این صورت سیمو به این تمیزی براتون لخ میکنه. گشتاورش رو فقط تنظیم کنید. تیکادر منم دست 2 بود، زنگ زده بود، ولی نوع باشه خیلی سرویسش مهمتر، خیلی عملکردش بهتره. و اینکه مهمتر از اینه، مهمتر از همه اینه که تیغش قابل، کاترش قابل تعویضه و مدام العمریه. سیم 2 رو هم تست میکنیم. گشتاورش رو تنظیم باید کنید حتما رو سیم، چون یه ذره کوتاه سخته. میچرخونید تا حالتی که خودش شل کنه و به این صورت سیمو لخ میکنه. سیم 2.5 به این صورت که شوهرش هم باید تنظیم کنید، فشار میدید که کاتر سیمو باز کنه. که شوهرش رو تنظیم کردیم، میچرخونید تا لحظه‌ای که شل شه و به این صورت باز میکنیم. این سیم لخ کن شاید باورتون نشه برابری میکنه با این سیم لخ کن به نظر من، و هزاران برابر از این سیم لخ کن بهتره. و ما مبلغ 37,000 تومان یه سیم لخ کن درست کردید که دستسازه و تمام اتوماته و اینکه عمریه، یه جوری که تیغش عوض کنید میتونید عمری استفاده کنید. یه مزیت خیلی خاصی که داره در نصابی 90 درجه میتونید از کاترم ازش استفاده کنید. یه تست ریزم از اون بگیریم. میتونید در این زاویه از کاتر استفاده کنید یا میتونید در این زاویه از بریش حالا پوستی چرمی چیزی استفاده کنید. یه چیز خیلی با کیفیتی شد. حالا دیزاینش با خودتون، اینو من حتما میذارم داخل کیف ابزارم و به خاصی سیم لخ کنی که خفن باشه و کارآمد باشه رسیدیم. سابسکرایب یادتون نره، لایک و نظراتون بگید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری برای شما عزیزان آماده کنید. حتما پیج ما رو فالو کنید
و کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون همراهی کردید ما رو و امیدوارم کارآمد باشه. درست کنید لذت ببرید. سیم لخ کنی که تو کیف امپولمون میگم کیف ابزارمون خالی بود جاش پر شد. خیلی مخلصیم.